هایپر کالای ایوان. دام برای بار مامان اصلا قصد بی احترامی ندارم ولی اگه اومدی مراسم تجهیز جنازه من مراسم تجهیز جنازه تو نمیام. ببخشید. داشت این چند؟ اون 150. ای چجوری دیدی؟ همون تیشرت توسی هست دیگه. خب اگه راست میگی الان این چه رنگیه؟ اون بنفشه. ای داشت چجوری میبینی؟ کسخل من اینجام. داداش ترکی؟ کجا فهمیدی؟ هیچی بابا حد زدم. هایپر کالای ایوان. دام برای بار مامان اصلا قصد بی احترامی ندارم ولی اگه اومدی مراسم تجهیز جنازه من مراسم تجهیز جنازه تو نمیام. ببخشید. داشت این چند؟ اون 150. ای چجوری دیدی؟ همون تیشرت توسی هست دیگه. خب اگه راست میگی الان این چه رنگیه؟ اون بنفشه. ای داشت چجوری میبینی؟ کسخل من اینجام. داداش ترکی؟ کجا فهمیدی؟ هیچی بابا حد زدم.